مردم ایران، سلام خداوند بر شما. الله اکبر از این استواری و ایستادگی، الله اکبر از این شکوه و عظمت، الله اکبر از این ایمان الهی و اراده مستحکم. ملت ایران، استواریتان در صراط نورانی اسلام و انقلاب برای 33مین بار دنیایی را شگفت زده کرد. شما نشان دادید که تحریم و تهدید و آدم کشی کینه ورزان ذره خلل در سترگی گامهایتان ایجاد نمی کند. امروز امام و شهدا بار دیگر به شما ملت مقاوم و نستوه بالیدند. امروز روز شما ملت و روز خدا بود، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز بیعت تازه با ولی فقیه زمان و روز سرفرازی و نمایش همبستگی همه ایرانیان برای دوستان و دشمنان. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بینندگان عزیز، ایرانیان گرامی، همیهنان ارجمند. 34مین 22 بهمن انقلاب شکوهمند اسلامی بر شما مبارک. تهران امروز قلب تپنده و پرنشاط ایران اسلامی بود. امروز آنچه که در تهران بیش از هر چیز خودنمایی می کرد سرزندگی، نشاط و شادابی مردمی بود که برای جشن 33مین سالگرد انقلاب به خیابانها آمده بودند. امروز تهران صحنه زیبا و فراموش نشدنی حضور 3 نسل انقلاب در کنار یکدیگر بود که همه یک صدا بودند. تراکم جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن تهران امروز به حدی بود که خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از کیلومترها مملو از جمعیت بود و هر ناظر و بیننده ای را شگفت زده می کرد.
پیشرفت دانشمندای ما، یعنی پیشرفت دانشجوهای ما. بچه گفتن تحریم شدیم، شما جوابتون چیه؟ آمریکا غلط کرده، تحریم واسه خودشونه، ما اصلا تحریم نمیشیم، خودمون نیازمون رو برطرف کنیم. هیچ بیگاری اجازه نمیدیم به کشور ما بخواد حکمرانی کنه، بخواد یه نظر بده، بخواد حتی دخالتی داشته باشه. آینده ایران. شکوه و عظمت راهپیمایی شما در سال 57 سوژه بسیاری از خبرنگاران خارجی بود. امسال هم شما خبر اصلی هستید، خبری که هیچ وقت کهنه نمیشه. ایران ابرقدرته و ایران از این به بعد یک کشور هسته‌ای است. تو دستاوردهای جدید که ایران آورده تو زمینه‌های ملی، ماهواره نوی، تو زمینه‌های هوا فضا، زمینه‌های دریایی و دیگه انرژی هسته‌ای. می‌بینید چه خبره که این ملت آینده رو خواهد ساخت، تاریخ رو خواهد ساخت. من مطمئنم. جست اوباما رو بگید وقتی صحنه حضور مردم به ویژه شما رو تو اینجا می‌بینه رنگش قهوه‌ای میشه. با بچه اومدی که سردش نشه. نه مهمترین شعاری که امروز شنیدی چی بوده؟ مرگ بر اسرائیل. امروز اینه که اومدیم از راه امام و شهدا دفاع کنیم. کشورهای غربی بدخواهان سلطه‌گران ببینن که مردم در راه عظمت خودشون هیچ کوتاهی نخواهند کرد. اصلی ترین پیام این هستش که این تحریم ها و همچنین ترور، ایجاد خشونت و ایجاد رعب و وحشت توی اراده ملت ما در راه استقلال ملتمون هیچ تأثیری نداره. سلیمان اصلی میدون خالی نمیشه. پیام بزرگ این راهپیمایی اینه که ما پشت رهبرمون هستیم، اراده کنه جونمون و زندگیمون و زن و بچه‌مون رو برای رهبر عزیزمون تا آخر میدیم. مهمترین شواهدی که امروز شنیدی چی بوده؟ آمریکا در چه فکریه؟ ایران پر از بسیجیه. از خیابان آزادی تا برج آزادی، آسمان همه جا همین رنگ است. اینها هم مردمانند با تمام آن جلدهای کهنه شناسنامه‌هایشان، با تمام گفته‌ها و ناگفته‌هایشان، با تمام آن آرمان‌های آرمانیشان تمام قد ایستادند. چهارمین بهمن انقلاب این گونه آغاز شد. از افق تا افق بودن برای اسلام و انقلاب و ایران، برای آینده روشن این سرزمین.
خیلی عالی. بیایم نشون بدیم که ما هم ذره از سیل فروشان مردم هستیم. با 2 فرزندمون اومدیم بگیم که این هم 2 سربازای این انقلاب و نظام باشن. به عشق رهبرم اومدم بیعتمو با رهبرم زنده کنم. دوستان رو امیدوار میکنه به دشمنانم ناامید. این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده. حضور حماسی مردم امروز به دشمن ثابت کرده ما در 12 اسفند به همین شور حماسه در انتخابات شرکت می‌کنیم. فکر می‌کنم همینطور که مردم تو این 22 بهمن راهپیمایی کردن، حضورشون رو اعلام کردن، در انتخابات هم همین کار رو انجام بدن.